با استخراج کردن ارز دیجیتال میتونید پولدار بشید یا ورشکسته. اگه با دانش کافی وارد استخراج بشید مطمئنا سودهای خوبی میکنید، اما اگر بدون فکر و محاسبه وارد استخراج بشید بهتون قول میدم تمام سرمایه‌تون رو به راحتی از دست میدید. تعداد ویدیوهای فارسی درباره به صرفه بودن یا نبودن ماینینگ و راهنمای شروع کار بسیار کمه. توی این ویدیو بهتون یاد میدم که چطور ماین ارز رو شروع کنید و آیا سوده هست یا نه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قدم اول اینه که شما یک سری اطلاعات پایه رو از بیت کوین و سایر ارزها به دست بیارید. در حال حاضر بهترین دوره‌ای که میتونید به صورت رایگان ببینید دوره بلاک چین رمز ارزها و بیت کوین جادیه که لینکش رو براتون داخل توضیحات ویدیو گذاشتم. اینقدر این دوره کامل و ساده است که میتونید مفاهیم پایه رو به راحتی یاد بگیرید و نیازی هم نیست که هزینه الکی واسه دوره‌های بی محتوای فلان به اصطلاح استاد اینستاگرامی که هیچی عملیش نیست بکنید. قدم دوم اینه که بتونید برق ارزون قیمت و پایداری رو تامین کنید. این نکته رو تاکید میکنم که ماین در صورتی به صرف است که بتونید برق رایگان و یا ارزون قیمتی رو تهیه کنید. چرا میگم برق پایدار؟ به خاطر اینکه داخل ایران خیلی وقتا قطعی برق چند ساعته داریم که باعث میشه ضرر کنید، ممکنه دستگاهتون آسیب ببینه، یا همین قطعی برق باعث بشه که نرم افزار ماینینگی که شما ازش استفاده میکنید برای چند ساعت دچار اختلال بشه. پس مهمترین کاری که باید انجام بدیم تامین برق مناسبه. تعرفه‌های برق صنعتی و کشاورزی در کل مناسب‌ترن به دلیل اینکه قیمت برق خانگی و تجاری تصاعدی مناسب ماین نیستن. در قسمت تامین برق توصیه میکنم به عنوان یک پلن بی ژنراتور برقی رو هم در کنار برق اصلی داشته باشید. یه نکته رو هم بگم که با توجه به گرونی تکنولوژی برق خورشیدی و باتری‌های ذخیره‌سازی در ایران به عنوان منبع اصلی تامین برق برای افراد غیر حرفه‌ای توصیهش نمی‌کنم و بهتره فقط به عنوان برق اضطراری از این شیوه استفاده کنید. دقت کنید که این شیوه ممکنه برای خیلی‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشه. قدم سوم اینه که یک ماینر یا ریگ ماینینگ مناسب رو بر اساس محاسبات دقیق تهیه یا اسمبل کنید. همونطور که استخراج با محاسبه دقیق میتونه پولدارتون کنه، کوچکترین اشتباه محاسباتی میتونه ورشکستتون کنه. پس خواهش میکنم این قسمت رو جدی بگیرید. در گذشته با یک کامپیوتر هم میشد ماین بیت کوین رو انجام داد، اما در حال حاضر با توجه به سختی شبکه و نیاز به توان محاسباتی بالا برای حل مسائل پیچیده الزاما باید از ماینر استفاده کنیم. اگر تازه کار هستید توصیه میکنم سمت اسمبل ریگ اصلا نرید، به خاطر اینکه ممکنه در حین انتخاب قطعات سردرگم بشید و همین که به دلیل تجربه پایین ممکنه قیمت تمام شده براتون بیشتر از ماینر بشه و هم به دلیل نداشتن اطلاعات کافی استهلاک این شیوه زیاد باشه. اگر آدم فنی نیستید و مهارت کافی ندارید سمت این شیوه نرید. حالا چطور بفهمیم کدوم ماینر مناسبه و سود خوبی میده؟ باید محاسبات ابتدایی رو انجام بدیم. سایت‌های زیادی چه ایرانی و چه خارجی این کار رو برامون انجام میدن. لیست دستگاه‌های ماینرهای مختلف رو دارن و شما با تبدیل هزینه برق به دلار در سایت‌های خارجی و یا وارد کردن به تومان در سایت‌های ایرانی میتونید سود ماهیانه دستگاهتون رو بسنجید. اگر ماینری در سایت لیست نشده بود میتونید توان پردازش ماینر رو به تراهش به همراه مصرف برقش وارد کنید و سودش رو به دست بیارید. محاسبه دیگه مثل شروع هر کار اقتصادی دیگه‌ای محاسبه نقطه سر به سره، یعنی اینکه با توجه به خرید ماینر و هزینه‌های دیگه چه زمانی به سوددهی میرسیم یا اصطلاحاً هزینه‌هایی که کردیم رو در میاریم. اگر محاسبه نقطه سر به سر رو بلد نیستید کامنت بذارید تا ویدیوش رو براتون بسازم. نکته‌ای که باید اضافه کنم اینه که ماینرها به دلیل روشن بودن بی‌وقفه استهلاک مخصوص خودشون رو دارن و نیاز به سرویس کردن دوره‌ای دارن که باید در محاسباتتون در نظر بگیرید. به طور معمول استهلاک ماینرها رو نسبت به قیمت خود ماینر بین 15 تا 30% در نظر میگیریم. همینطور سختی شبکه بیت کوین هر 4 سال یک بار بیشتر میشه. به زبون ساده دستگاهی که امروز می‌خرید 4 سال دیگه سود که نمیده ممکنه ضرر هم بده. ترجیحاً ماینرهای دست دوم رو نخرید به خاطر اینکه تشخیص میزان کارکردش نیازمند بررسی تخصصیه. خیلی از ماینرهای آماتور با خرید ماینر دست دوم ضرر کردن به خاطر اینکه معمولاً افراد زمانی ماینرشون رو میفروشن که یا ضرر میداده یا مستهلک شده. در کنار ماینر نیاز به یک اینترنت مناسب و پایدار دارید. بهترین و ارزان‌ترین پیشنهاد اینترنت ADSL. گرچه سرعت 512 هم برای ماین کردن کافیه، اما پیشنهاد من حداقل سرعتی بین 2 تا 4 مگابیت بر ثانیه است. این سرعت خیلی بالا نیست و میتونید با هزینه پایین تهیه‌اش کنید. دلیل اینکه 512 رو پیشنهاد نمیدم اینه که متاسفانه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت مثل مخابرات ممکنه افت سرعت رو به دلایل مختلف داشته باشن. اگر از ارائه دهنده اینترنتتون مطمئن هستید همون 512 هم کارو در میاره. اگر تعداد ماینرهاتون بیش از 10 تا باشه ممکنه نیاز به سرعت بالاتر از 4 مگابیت پیدا کنید. چهارمین قدم اینه که بر اساس ماینرهای انتخابیتون تهویه و سیستم خنک کننده مناسب به کار ببرید. اکثر شرکت‌های معتبر در زمینه ماینینگ مناطق سردسیر رو برای کاهش هزینه خنکسازی دستگاهشون انتخاب میکنن. اگر تهویه مناسبی نداشته باشید احتمال خرابی سریعتر ماینرهاتون وجود داره. دمای قطعات در حین کار ماینر ممکنه به 80 تا 90 درجه برسه.
راحته. پس اگر محیط قرارگیری هم گرمای زیادی داشته باشه مثل مناطق جنوب کشور، ریسک خرابی بیشتر میشه که اصلا برای ما خوشایند نیست. در این مناطق نیاز به هزینه بیشتری برای خنکسازی ماینرهامون داریم. پنجمین قدم داشتن یک والت ارز دیجیتاله. این والت مثل حساب بانکی میمونه که برای ذخیره و انتقال پول ازش استفاده میکنیم. دو نوع هم داره، نرم افزاری و سخت افزاری. به نظر من نسخه سخت افزاری دور ریختن پوله، به خاطر اینکه مزیت خاصی نسبت به نرم افزاری نداره. در نوع نرم افزاری شما از یک اپلیکیشن مثل متاماسک و یا از یک صرافی ارز دیجیتال استفاده میکنید. نکته مهم اینه که در حین ثبت نام صرافی و یا والت یک سری کلمات بهتون داده میشه که باید اونها رو در یک جای امن یادداشت کنید. اگر زمانی رمز والت یا اکانتتون در صرافی رو فراموش کردید، الزاما باید اون کلمات رو برای بازیابی رمز ارائه کنید. اگر یادداشت نکنید و رمزتون رو فراموش کنید، باید قید والتتون رو بزنید. پس لطفاً این اشتباه پرتکرار رو انجام ندید و در یک جای مطمئن کلمات رو یادداشت کنید. نکته دیگه اینه که با صرافیای کار کنید که ما رو تحریم نکرده باشن. معمولا صرافیای چینی با ایرانی‌ها مشکل ندارن. موقع ثبت نام حتما با دقت راهنمای ثبت نام صرافی رو بخونید. اگر اسم کشور ما تحریم بود، به هیچ عنوان در اون صرافی اکانت نسازید، به خاطر اینکه مشکلات زیادی براتون ایجاد میشه. هر هفته هم راهنمای صرافی رو چک کنید، چون ممکنه به خاطر حرکات غیر دیپلماتیک دولت مردان کشورمون توسط صرافی خارجی تحریم بشید. در مرحله آخر شما نیاز دارید که به یک استخر ماینینگ متصل بشید. ما میتونیم بدون استفاده از استخر هم به صورت سولو ماین رو انجام بدیم، اما به خاطر اینکه ماینرهامون قدرت مناسب برای حل مسائل پیچیده ریاضی و به دست آوردن بلاک ارز دیجیتال رو ندارن، مجبوریم که به یک استخر ماین متصل بشیم تا با اشتراک قدرت ماینرهای مختلف از مناطق مختلف جهان در یک استخر بتونیم سریعتر مسائل رو حل کنیم و به پول برسیم. استخرهای ماین بر اساس میزان مشارکتتون در استخراج ارز، بیت کوین یا سایر ارزهای استخراجی رو به عنوان پاداش بهتون میدن. پس باید برای کسب درآمد بیشتر دنبال یک استخری باشیم که بهمون بالاترین سود ممکن رو بده. تمام کاری که برای ماین باید انجام بدید همین چند تا نکته بود. بازم تاکید میکنم که بدون محاسبه دقیق وارد ماین نشید که خدایی نکرده متضرر نشید. اگر این ویدیو مفید بود، کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن تا بقیه هم بتونن این ویدیو رو ببینن.